این تو چیز برات پخته کنم که در توی مادر خود کس نخورده باشه. اون گوسپنای وطنی را خواستم این از افغانستان میاده ایسی که چقدر مصرف کردم که برای ازای یک شروع جور کنم. این را بگو که بلیاز خدا سیر است. جان این چی است؟ این چمچه فقط بگوی که لاشپیل بام پاک کنم. روغن زیاد نشد شاید صاحب؟ ما بدل خود جور میکنم نه بدل تو. پیاز میگن. من شاید که برامش برم هندوستان. این لافوکایی که تو لاف بزنه که لاف مان تن نمیته پیش رسید. واسه که من چه رنگ پروگرام میگیرم و این را میبرم در خانه اینی واده کرده شاروخ خان. دختر خانه خلویز یک بطل داریم بچه فیلم تانو میادر اینو میگرد. اوه ناف ما را نکنی تشکر. بسیار گرنگ است. برای ما یک دنیا است ملت. اینمی خواهر که میته ارزشش بسیار بالا و یک است. توفگه که دگام دارم شاید صاحب. چی یک بوی نازنینه تعریف خود کده رایسته. بسم الله کنین. بسم الله. سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یکی از برنامه نوام. خدا کنه که جور صحتمند باشین. که امروز خوشبختانه میهمان خانه سلیم شاهین هستم، هنرپیشه هنرمند موفق کشور ما. دیگه برم دروازه رو زنگ بزنم که خیر دروازه رو برام باز کنم. دیگه ببینم که کی دروازه رو باز میکنه. تو کجایی جا کجا دختر وطن بلیاز خدا. خوب هستین شاهین صاحب؟ قربانت بیا داخل بریم. میریم شاهین صاحب. خوب هستین؟ جور باشین زنده باشین. بسیار خوش هستم که از آلند نور جای آمدی در جرمنی. 5 ساعت درایو کردیم باش خاطر شما شاهین صاحب. در جرمنی آمدم از راه تیمنی. از راه آلند در جرمنی. قربانت بفرمایید. تشکر شاهین صاحب که مرا به خانه‌تان دعوت کردین. خواهش میکنم. اما که دعوت ما را پذیرفتین، ما را میمان کردین به خانه‌تان. یک جان سپاس شاهین صاحب. خواهش میکنم. افغانا خوب اما رسم رواج هر جایی که باشه بازم افغان است. اما شخصیت خود، فرهنگ خود، کلتور خود هیچ وقت فراموش نمیکنه که افغان اصل باشه. یعنی که افغان بیادر ایسه که نو قسمه و دا قسمه باشه کم پرابلم است. والا جگرخون هستم می یکم گمشاوم آوازه درمنده رو از مرا این مردم میگه. بله. اما از مرا پدر منویم است، استاد است. عزت کده من هم کرام نیستم دیگر آواره که همه چیز باز بگه چی؟ نه تا روز قیامت هم والا احترام. اما خبرها درست نیست شاهین صاحب. نه غلط است، اشتباه است. خدا را شکر. بله. لب درمندر. اما اینا میفهمید شاهین صاحب که درمندر وطن ما شماستین. کلگی شما رو به نام از بالیوود درمندر است، از وطن ما شماستین. شگوفه خانم به خدا قسم میخورم. بله. خدا را که ما رفته نیستیم. اینم یعنی تا بچه درمندر ما اینا لگری گپ بزنم آنقدر مرا دوست دارن که ما دیدیم ویدیوهایتان کمرایشان رفته. یک هنرپیشه افغانستان. بله. افغانا کل ما بچه فیلم، کل ما دختر فیلم. اینطوری اگال است که بچه فیلم هم دوای دختر فیلم میکنه. شاهین صاحب دوستا کار نشن، ما افغانا که هستیم قدر ناشناس هستیم. بچه فیلم ما را، هنرپیشه ما را باید چی کنیم؟ تشویق کنیم، احترام کنیم. اگه تشویق نمیکنیم، احترام نمیکنیم، حداقل یک گپ بد نگوییم. ما بالیوود بسیار تعقیب میکنم. کل همیشه هنرمندای خود زیاد تشویق میکنن. کلشان هنرمندا بین یکی دیگه خوب هستن، تعریف یکی دیگه را میکنن. بله. مردمشان هیچ وقت بعد هنرمند خود نمیگن. اما از ما اگه گپ خوب نمیگیم، حداقل هم گپ بد هم نگوییم. حالا یک گپ برات بزنم خوار گلم. اگر ما تخریب نکنیم شاید مریض شویم. اگر پشت افغان خود یعنی چتیات نگویم، شیطانی منافقی امکان داره که مو فیلم واره بعد پقانه واره آدم بترقه. خدا شگوفه خوار قن داخل بیا که خدا و راسی ملت با سرما بسیار فکایی میگن. داخل بریم دوستا خانه سلیم شاهین صاحب. سلام مجدد دوستای عزیز، آمدیم خانه شاهین صاحب و حالا آمدیم در آشپزخانه که امروز خوشبختانه میمان خانه شاهین صاحب هستیم. دیگه آمدیم آشپزخانه که ببینیم شاهین صاحب به ما امروز چی تیار میکنه. از خود شاهین صاحب پرسان کنیم و دیگه ای که شکیب جانم امروز همراه ماست که ما را کمک میکنه. مزه سر مزه. سلام بینندگان عزیز، درود بر شما.
همین لحظه ما را تماشا میکنین، میبینین که خانم عزیز جورنالیست نازنینی که همه دوستش داره امروز از کشور آلند در جرمنی آمده به خاطر لاله شاهین خود که باید ما برایش یک چیزی بسیار مزه‌دار این تو چیز برات پخته کنم که در توی مادر خود کس نخورده باشه. شکیب جان اگر تو گفتنی داشته باشه، یکی از یوتیوبرهای بسیار عزیزی که فیلمایش شاید برنامه‌ایش شما تماشا کرده باشین، لذت برده باشین، خودشون صحبت میکنه. باز من هستم در خدمتتان که در شروع خود. سلام دوستای عزیز، امیدوارم خوب و صحتمند باشین. دیگه قسم که شاهین صاحب گفتن من یوتیوبر هستم، حتما شاید بشناسین. امروز شاهین صاحب هم یک چند یوتیوب جور کردیم، یگان برنامه مستند جور کردیم. خدمت شما جور کردیم مستند یک بله بسیار فیلمکای جالب. دوستا این که یک تعدادی که مخالفم است، ضدم است، از نزدیک بین اخلاق ما، برخورد ما، خاکی مرا ببینن، تماشا کنین. خب من خود صحبتهای خودم برای شما گفتم، ما در خدمتتون شگوفه نازنین دلها ببینیم که چی گفتنی داره. شاهین صاحب ما بازم ازتان تشکری میکنم که به ما وقت دادین، واقعا به ما افتخار بخشیدین. دیگه بسیار یک جای افتخار است به ما که امروز مهمان خانه شما هستم و بازم تشکری میکنم. یک جان صفا خواهش میکنم نوت صفا آوردین، یک دیگه برکت آمده و شاهین صاحب تشکر، باز برکت شما ما همیشه میباشیم. میگه خدا بچه ظالم کرده قدر کجا بود حالی بهتر است که خب ببینیم که بچی براتون پخته میکنم. دوستا براتون نشان میدیم که شاهین صاحب چی به ما آماده کردن. مواد عزیزای دل، شورای گوسپند، اصلا بو گوسپند های وطنی را خواستم این از افغانستان میاده ایسی که چقدر مصرف کردم که برای ازای یک شوروا جور کنم. خیلی گوسفند از افغانستان خواستین شاهین صاحب؟ بله گوشش بله همون دو سفر بودم. بعد $20,000 قیمت آمد که ترانزیت تو دیگه. خب دوستان عزیز، دوستای عزیز براتون نشان بدیم. بیاین دوستا، کلتان میفهمن اینی دیگه است، یک مقدار روغن میفته و میبینین که من چی میکنم. باش از این بعد برای شما مطابق روغن زیاد نشد شاهین صاحب؟ ما بدل خود جور میکنم، نه بدل تو. باز این پیاز کرداختی 3 دانه پیاز شاهین صاحب روشن نکردین. چی رو؟ من قلم روشن نکردین. خب ما عادتم است روشن بگم. پیاز خود دیدن دوستای عزیز که انداختم، اما این رو بگو که بلیاز خدا سیر است. جان چی مزدار میسازد دیگه بیاده. و این مساله رو هم کلتان ببینین. نمک است، مرچ پدری و همچنان مساله مادری و همچنان برادر زرچوبه خوری و این مرچ بیادری. دوستان عزیز، مرچ سیام زیافگی کلش از افغانستان آمده. کلش از افغانستان آمده. خانگی یا خانگی شاهین صاحب. والا همونطور رکنی گفتم میشه میره اثر میگیره. شاهین صاحب پیاز امرای سیر یک جای انداخت. اول نمیبونین بالا نیم عادت ماست. خب من دلم دکاش ماست. خب هستم تو خو نیستی. خب یه بخشین شاهین و صاحب. این رو ببین، این چی است؟ این چمچه فقط بگوی که لاشپیل بام پاک کنم. همون لاشپیل های پدری. شاهین صاحب در افغانستان هم بابا پاک کردین. والا آبا خدای دست درد شما پایدار. خب مشهورترین بچه فیلم چطور؟ پشت ما یک چیز برات بگویم. بله. احساس نکردم که ما بچه فیلم هستم یا بالا هستم. فقط خدا دانستم که ما یک انسان هستم، یک بشر هستم، بنده خدا هستم، برای خدمت هستم. بله. و هر چی که ما شهرت ما خدا شاید است بسیار بالاست، اما در مقابل هر انسان خدا پایان احساس میکنه. این تیپ ماست، این ادب این ماست. کرکترتان باعث شده که محبوب شاین در دل واقعا اینمی پل ساختن و دیگه انسان هر چی میتونه باشه. سرمایه‌دار میتونی باشی، هنرمند میتونی باشی، رئیس جمهور میتونی باشی، اما انسان باید یک انسان خوب آدم باید باشه. انسان خوب مشکل است. که این گپا درمانده بله. استادم گفت. خدا شاهد است گفت شاهین میره بیتا یه مت پوچو انسانیت که بود اچھی انسانیت مهم. اینال شاهین صاحب امو احساس که شما داشتین که پیش درماندن رفته و امو احساس اینال مام دارم که پیش بچه بفهم. فیلم خود ما هم پیش درماندر افغانی آمدیم. اینال از دل ما میایین که چقدر هیجان داره. اینه میاله که من چقدر احساساتی بودم اولین باره که درمانده را دیدم. به به به
خدا شاهد است والله قسم 8 بار مرا اینمی کدمی کتگیم و در چاق همین تو بالا انداخت مرا والا با خدا اینه این در صورتی که وقت جوان هم بود دیگه جوان چی بچه بودم خدا هنوزم جوان هستین شاهین نه صاحب پیریم کدمی ملت نه شاهین از 100 گلتان یک گلتان یک گپ است خورو این خورو جان یک گپای منفی نشین شاهین صاحب بخوان ادامه بتین دنیای سینمای جهان هنرمندای خود رشد میده اما بدبختانه افغانستان روز در روز میکوبه کمی هویت کلگی که بچه فیلم شو خیگلکار کی میشه کلگی که بچه فیلم شو آشپز کی میشه دکتر کی میشه انجینر کی میشه بخشای مختلفتان پیش ببریم هر کی رو بانین که دمو عشق خود برسه و شاهین صاحب شما خطانا نیست که بچه فیلم باشین خودتان دایرکتر هستین پرودوسر و داستان هم خودتان اینه بگوز اینمیال تو کلش درد میگیره کده میگه پس دایرکتر خودم جور کنم نام دیگه کسی بگیرم خونی پرودوسر خودم هستم از جیب خود جور میکنم سناریو رو خودم می نویسم اکتام میکنم شاهین صاحب از کسب بیروزی ندار مردم در گرفته که خدا چی قپای خبر نداره که وضعیت خراب است میاد از ما یک فلاگ نیم ساعته یا 20 دقیقه است ما 5 ساعت آمدیم از هلند پس 5 ساعت میرم 10 ساعت درایو یعنی یک آدم با سختی یعنی که شما که یک فیلم است واقعا آدم میفهمه که چقدر مشکلات شگوفه نازنین همش شگوفه واره بدرخشی و تمام عزیزا باید این متوجه باشه که خواهر قهرمان آدم در این شرایط زیق لبخند به لبای شما میاره و یا برادر شکیب بدخوی به بدخوی از ما خبر چطور شاهین صاحب چی بدخویی کردیم؟ اوه اینه که اگه نزنی باز خراب میشه با سیاست از شاهین خب بیادر اینمی گپارا داره دیگه بیادر گلقندم اینمی دک پخته کردن و اینمی فیلم جور کردن و اینمی صحبت کردن کار ساده نیست دل و گرده میخواه ملت دل و گرده شاید صاحب در خانه کی آشپزی میکنه شما یا؟ والا گاهی خودم آشپزی میکنم خانمتان؟ فامیل بله خانم ما جان چند سال میشه که عروسی کردین شاهین صاحب؟ آینده دوران همین زنبیل که ما عروسی کردیم چند سال میشه لف مرج بوده یا ارنج مرج؟ چی میگی؟ کاری عاشقی بناز است او بو چطور کنم ما مردم در عاشقی پاشقی و یک آدم عاشق شده بود شاهین صاحب عاشقی گرفته نه یک آدم همین عاشق شده بود بالکل قاشق جور شده بود ازش ما عاشق نه او سابقه دیگه عاشقی نبود فامیلی بود نه مردانه بود تو پدر مادر که میگفت اینمه تو شاهین صاحب یک سوال داشتم به نظر شما که آدم به دل فامیل بگیره خوب است با اینده یا ای که لو مرج خوب است والا فرق میکنه محیط فرق میکنه فامیلا فرق میکنه فرهنگ کلتور فرق میکنه از خود جای داره هر کی رو بدلش کسی از به گفت پدر مادر خود میکنه کسی جواناست که میگه پدر تو چی هستی با هم که ما خودم جوان شدیم ما بیادر اینمی شاید صاحب یک گپ بگم اگه بدل خودت بگیری سوالات خودت در جنجال میری اگه بدل پدر مادر بگی در گردن پدر مادر میندازی تو برای من ایزه نگرفتی این حاله که بگیری هزار شافوکوی به دسکل نصیب آدم میگی اگه بدل فامیل بگیری والا خدا یارت پیاز نه نسوخته هنوز این گپ نیست هنوز خیرتی است دوستا اینمی این بعد از پیاز ما امی گوشت شما ببینید گوشت هم از افغانستان آمده واه جان پایین در قوات بیادری شاید صاحب روغن نمندازی نه روغن خنداختی رومی نمندازی نه خب گاین سی شده بستاری ما میگه نه ما نیاد نه تیا برادر میگه که شروام یک شروعی به که از دست محبوب ترین مشهورترین بچه فیلم افغانستان گردن اگر ایتو شروع میتونید خدا شاهد است تا روزی که یادت بیا اینو شروع دیاد در زندگی او شروع رو دیگه نکنی نه خدا من آزاد شوخی میگیره بازار شاید صاحب چند دقیقه سرخ میکنه این گوشت یک 5 دقیقه میخوایم که سرخ شود بعد از اون بخیر مواد دیگر من لازم با شما نوش
هنوز جو پخته نشده شما تو دلتان از میسته با بوش پشت دست شما. نشد. دوستای از عزیز. دیروز تا بال نون نخوردیم گفتیم شما یادتان من باشه که صبح باز روز خوردم. مرکش نگیرین که شاهین صاحب بیا برای ما شروع کنین. من دوستا هیجان داشتم امیال ساعت 2 بجه روز است 3 بجه روز است تنها ما یک کافی خوردیم دیگه هیچ چیز نخوردیم از خاطر بسیار زیاد هیجان داشتم که پیش شاهین صاحب میرم. قربانتان لطفتان است احساس پاکتان است که برای هنرمندای خودتان یک استرس داشتم می‌تونم. اما از نزدیک دیدم شاهین صاحب که چقدر انسان خوب فایده این نمی‌کنه. کل ترسایم گم شد. فایده نمیکنه اوتر انسان ها هیچ ارزش نداره دو روز میچله اوت آدم ها انسان هایی که پل باشه در مقابل انسان همیش همون شاهین است فرق نمیکنه می نمیتونه که بله، میبینی بله. در خانه ما هستم انسان باید شکسته بیرون باشه هم در هستم در فیلم همون همونطور هستم بله. حقیقت هاست خب میتونین که کدام سوال داشته باشین این جانب آشپز درجه اول سلیم شاهین در خدمت شما شاهین صاحب در کجا زندگی میکردین در افغانستان یعنی مطلبتان است که و چی من باعث شد که شما به چه فیلم شوین؟ در کجای افغانستان به دنیا آمدیم بله دوستای عزیز چندین بار گفتم که من در کابل در چهارراهی حاجی یعقوب البته پشت حوزه دوم پلیس به دنیا آمدیم در خانه پدرکلانم قماندان فقیر شاه خان قماندان شهر کابل بود او زمان من از او فامیل هستم و در فیلم تمام فامیل من مخالف ما بود در خب مخالف بودن چون مردم مذهبی و سای منصب بود از ما مردم انجینر گپا دکتر مرا یک وقت دیگه نمیموندن آساستا در سینمای پارک برو و ای ساله بودم پسان چقدر خوش شده باشه که شما خب مشهور بچه بله یک وقت بازیر پسان قصه میکنم که دیگه نسوزه ای وقتا سینما نبود دیگه به خاطر مردم جان؟ سینما نبود نه به خاطر مردم می‌تونن. سینما یک گپ بزنم هیچ وعده کنگی نداره بله بله سینما انعکاس دهنده یک جامعه میباشه بله 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 سینما نباشه و کشور کور است بله، بله. اینو ما یه راست برپرسیم میگین. سینماست که انسان سازه شاهین صاحب ببخشید گپتون گرفتم اینجا کم نکنیم که نسوزه این نون درجه نوست بسیار بلند است والا دیگه کمش کنم امروز در شش برسیم شش دیگه شاهین صاحب خیلی باش که مسئله شما پرتم مسئولیشان پرتین بله به نام خدا که ما را نشرمانی دوستان عزیز شما هم دعا کنین که یک شروع صحیح به که بازی را هم بگوین که شاهین ولایت باز فقری برصد همون ما دروغ نمیگه مگه ما خانه مزدار بود هر چی بود میگه خانه سر من بسم الله الرحمن الرحیم به به یارو بسیار من دلتون بیغم باشه من چیز کم او چی نمیدونی انداختین شاهین صاحب؟ مرچ انداختین؟ یا کم او مرچ تازه و تنیسته باشه من دیدم شاهین صاحب هم یک دم یا مرچ کم او. فکر کنم باش ما بودم انداختین. بتون خیلی که نسوز ولی شاهین کل صاحب من کمکتان کنم؟ خب خانم همیش که مردا دوش با دوش بله هست اگر باشه چقدر پرتماو؟ پرت تو بس که نه سری خراب نه قضیات نشده شاهین صاحب سوالا من میگم تو شکیب خان اینم تو میکنی بیادم فاول میرم والا نه فهم نه خوب باش که امی نسوزه نه مگه مزدار است نه مزدار نه سیستم پرکتی همین چیرش معلوم میشه که مزه داره بالکل میگه کل کار را مساله میکنه آشپز میگه ما دیگه کردیم شاهین صاحب والا کل کار که من میکنم اما نندازم شاهین صاحب رومیاب یادتان رفت نه خورو میرم با میگم که سر روغن باید بیاره نه همین کلش که اگه مرا میموندی اول همین تو مینداختم پشتی اتصال ما میگشت میتونم میشه کل شاهین صاحب یک جایی نه فواد گلبرگ هم بدماش بله ما سودا میگرفتیم بانجا نه بسته هم تو میگرفت کلام اما مزدار میشه شاهین صاحب در مزه‌دار میه. افغانستان کلش در دیگه بخار یک جایی بندازد بسته میکنه بسیار مزدار بله بله شاهین صاحب از یک گپ خبر دارم که غذای دلخواهتان کلپاچه است راست است؟ والا اما راست چه بگوی شروعاست از یک خانواده هستن دیگر پاچه نه پاچه رو زبان پاچه رو خوش دارم راستی زبانش خوش دارم والا مغزش خوش دارم اما گپی که زدی با جای است گاهی سوپ خوش دارم زیاد خب سوپ یک روز میمان میکنم در سوپ دیگه چیز نمیتونم زورم نمیرسه
صبح برات باز در اتاق پخته میکنم. انشالله جای تعالی. خوش باره است که- شاهین صاحب از طرف ما براتون یک ماهی بسیار مزه‌دار پخته میکنه. واه اینا پرسان کنین، پرسان کنین. عکسش براتون نشون میدم. شاهین صاحب. عکس ما که شاهین صاحب، بیاد اما اینو من راست میگم، افغانستان رفته بودم در رستوران ما ماهی آردر کردم، اما قسم ماهی مزه‌دار نبود. اینو راست میگم شاهین صاحب، اگه شما هم خوردین نه در افغانستان خوردین نه در اروپا، اینقدر خوب آره بود. تو از ما سوال کردی که تو از کجا هستی؟ خانم عزیز، آقای عزیز، شما از کجا هستید؟ که حالا ما پیدا کنم که شما از کجا؟ افغانستان خب کل ما یک هستیم، اما ولایت ها مختلف می باشه. نام هر ولایت بسیار مقبول و زیباست. ما از پشت کوه آمدیم. ما از پشت کوه آمدیم، از نورستان. پشت به کوه. به نورستان، بله. نام از این نور میباره. این تو نور است که سعی کنن که خانم بسیار اساس، جوان اساس. ما بسیار دوست دارم مردم نورستان، والله قسم دوستشون دارم. ما با نورستانیا در پاکستان بسیار رفیق، اما تو قرآنی و بیادری داشتم، مرده و زنده داشتم. گفتین یک مسجد هم کمک کرد. مسجد هم یک مسجد در نورستان بازم ریس فدایش آمده بود، تقریبا 8 سال پیش بوده باشه. 8 سال پیش ریس فدای بود که ارتباط داشتم، یک مقدار پول باز برای ماجدشون کمک کردم. این برای رضای خدا کردم. من خودم 2 ماجد دیگه هم از پیسه جیب خود خداوند دیگه بتید شاهین صاحب. والا اگه دیگه میبینم من خودم جای دیگه در شاهنامه گفتین که در شنیدیم. ما والا در قلعه فتح الله درباره شنیدیم. جاده چی سلیم کاروان، زمین های پادر کلان و پلاگ ما چیزی کلش زدیم دستی. شاهین صاحب نورستان هم رفتین؟ نه والا. اما باید یک شوتینگ می داشتین در نورستان. والا داشت بچه ها شاگردا. کلگی کسایی که نورستان رفتن دوستا میگن نورستان بخی مثل سویتزرلند است. میتونم در برنامه بعدی براتون یک چند عکس از نورستان بانم. کلگی میگن والا خانم جان هیچ کسی نمیگه که ما دوغ ترش است. تو ولایت خود تعریف میکنی ما کابل و ولایت ماست. کابل ولایت کابل خوب است. قلب کابل، قلب افغانستان است. شاهین صاحب کابل گفتیم یک سوال دگان دارم. چون می کلگی افغانا را که بوی از کجاستی میگه از کابل هستم. کابل پایتخت، کابل مادر عمومی، مادر تمام ولایت‌ها کابل است. وقتی کابل خود شما خورد بودین مردم برای تعلیم و در پانتون می آمدن، از ولایت‌ها خواهرها برادرها تحصیل داشتن. خدا شاهد است کابلی‌های مردم اصیل بسیار کم می‌بینی. مردم با شرف، نان پیاز پیشانی واز پیشویت می آمد با عزت دو دسته. توهینشان میفهمی چی بود؟ برو به شرف، لچک، نافرم. یعنی آری چیزایی نه این مجازی و این مردم استفاده میکنه که خدا شاهد است آدم پت میکشه بالکل میای آدم در یک متر بالا. اگه آدم حقیقت بگوید در افغانستان کلگی میمان نواز است. از کابل، از مردم که از کابل است، از ولایت ها کلگی میمان نواز هستند. امیر بالا بساز. چند رو برام شاهین صاحب؟ نه کمی تیز کده کمی. اما گپ و نفر که از گوشنگی ملودای تک میزنه برادر. چقدر قصه را بشنید. توجه شما پرتم که شما بفهمید به اندازه انسان از دست پای نندازه. واه زیاد شد شاهین صاحب. راستی شورواز دیگه پرت. شوروا را بیادر ولی نوتای دیگه میگه نمیگن یک متل داره، میگه ماجد گرم گدام آسوده. میگم این شروع کستن یک قرار نان میته. میگم یک کیلو گوشت پرت. ما میگم کل نورستان تا کدام شروع بگن نان میته. بینیم کچولو را انداختم تو خوبان کابلش هم سر جافگی. اینا لسرشو بسته میکنیم بخیر. گریت. بسیار مقبول شاهین شاهین صاحب اکشن. خلف. شد دیگه. دوستا عزیز سر دیگ بسته شد، ببینیم که ازش چی میبرایه و برای 15 دقیقه وقفه خود داریم. بعد از او در خدمت شما هستم. میبینیم که چی یک ژورنالیست نازنین است، قلب است، قلب برای کل ملت افغانستان. انشالله بعدا صحبت میکنیم سر کارهای خود. درست است؟ درست است شاهین صاحب بریم. خب دیگه خب ماندیم برای 15 دقیقه که بخیر جور شوه. اگر کدام سوال، کدام پیشنهاد، کدام انتقاد داشته باشه، سلیم شاهین در خدمت شما. انتقاد خو نداریم شاهین صاحب، شما آزاد وطن ما هستین.
میخواستم پرسان کنم که چند فیلم داره این وقت. ما تقریبا 131 دانه فیلم. اوه نام خدا. اما از پیسه جیب خودم است که هیچ کسی حق نداره که تا بالا گپ ده. هر وقت که باز پیسه شان رفت میتونه انتقادم کنه. خب دیگه سوال باشه. شاید صاحب ما فیلمتان دیدم، فیلم ماجرتان بسیار زیاد خوشم آمد. دیگه فیلمایتان خب دیدم. ماجر در حالت ماجریت جور شده که هیچ امکاناتی وجود نداشته. کامرامن یک بچیم، خودم کدوم بچگکم، اینی دو چهره دیگرم که دیدن نو تازه کار. خب بچگک بچه شما بود؟ بله پادشاه بچه مستک و ای که اگر کدام نواقص داره از نگاه تکنیک مرا ببخشن. نواقص نه خوب فیلم بود امی. طبعا هیچ وقت فیلم به نواقص نیست. اینو من براتون میگم فیلم های بین‌المللی نواقص خود داره. ای که شما را خوشتان آمده تشکر. فیلم ماجر واقعا یک سوژه بسیار واقعیت ها هست که یک پیام بسیار خوب داشتین. امیاره اینمی ملت ما، اینمی بیادرای ما، اینمی خواهرای ما در اینمی پرابلم گرفتار است. ببینن فیلم ببینن. من میگم اما بسیار یک پیام خوب بود به کل افغانایی که در خارج زندگی میکنن. اما در موسنه آخرش شاهین صاحب زیاد جگرخون شدم. بر دوستانم میگم مقصد ما زیاد جگرخونی داره. حقیقت است باید باشه. فیلم دنیای فانی را ببینید چه حقیقتی بوده. شما ببینین این فیلم ها را. ما داستانای مردم جور نمیکنم. ما داستان حقیقت ها را پر میکنم. یک تعداد چی میگه والا کپی میکنه از هندوستان همه طور است نیست. و فیلم خوفتان هم دیدم شاهین صاحب بسیار خوب فیلم بود. دوام یک پیام داره. پیام کلش داره. ترس از خانم دختره را که زبانش بسته میشه. یعنی یک قاضی فکر کو از پیشش اونطور یک قاضی بزرگ پیدا. داستان نمیگیم شما خودتان ببینید. امی با امی امکانات کمه که شما فیلم میسازین کلان گپ هست. فیلم سرزمین دلاران ببینید، فیلم چرخ دین جایزه را گرفته. و این فیلم رو در کجا میتونن ببینن شاهین صاحب؟ دمی یوتیوب چینل یوتیوب سلیم شاهین. من دوستا براتون میبینم یوتیوب شاهین صاحب. اما سلیم شاهین کنشته کنین بس خلاص اونمی دیگه غیر حال فعلا کل دیگه یوتیوب ها را که فیلم های مرا انداخته بود کلش بلاک کردم. حالا در یوتیوب چینل خودم شخصی براتون برنامه‌ایش است. برنامه جالب است، برنامه درمنده است، انیتا بچن است، مصاحبه‌اش که باش که براتون ثابت شود که حقیقت داره. یعنی از این بعد ببین که ما در قات کل سینماگرا در این شورتینگ هستم. کامرا هاست اونا رو تا ننداختیم. امیر خان دیدین، جیگ شرف دیدین، درمنده را دیدین، سونی شکتی را دیدین، شکتی کپور را دیدین، پرنگ چوبره را دیدین، دیگه قادر خان را دیدین. بهترین حتی تلسی را که سریال تلسی مکمل کرده کلش مصاحبه دارم. کدم با که نیستم پیرکی رو مرد امرای بوا بگه دارم شاهین صاحب چرا فیلم جور نمیکنین که تمی کسایی که نام گرفتین شما مثل سونی دیوال بابا دیوال سونی دیوال خب با خدا قسم که جور میکردم که درمنده رو سونی دیوال کل چیز آماده بود که یک دفعه جنگا شروع شده بیادر امنیت به هم خورد. ما اونا رو وعده کرده بودم در مصاحبه بالکل می آمدن اما خود مال بیچاره آواره و بیچاره و بدبخت شدیم. این میال در به در هستم هرچی بگویی میگه هرچی که داشته باشی بی وطن بودی هیچ چیز نداری خوار جان. میتونین یک بار هندوستان بری یک چکر؟ نه اون خوب میرم. من شاید که برای همیش برم هندوستان فرصت ها زیاد است هندوستان. ما والا دوستای عزیز از گپای وطندارایی که بیادر یک تعداد در بسیار مشکلات میبینین از افغانستان آمده اینجا که میاد پیسه را دیده، خانه را دیده، موتر را دیده، گپ زدنش از یادش رفته که بزرگش کیست، هنرمندش کیست. ایوازه که اگه احترام کنه چتیات میگه. بالکل آدم خجالت میکشه از وجدان خود، از زحمت خود. سالها جان بکن به این امید نبودیم که مردم ما را بیادر مسخره کنه، مردم ما را توهین کنه. ما به امید ازی بودیم که اقلا به کاکا شاهین خیر ببینی، والا خیر ببینی تو نام تیر. حالا بدوا خو نکنین او بچهای ظالم، او بچهای ظالم. از خدا بترسین، از قرآن بترسین. ما از پیسه خود لبخند به لبای شما آوردیم. من نه دولت کردم کمک کرده نه کدام تجار که حالا باز بشینه کدام کسی تو بروتای خود چک کنه که این ما نه. ما اون نفر هستم دست خود برای کس دراز نکردیم. از پول خود از سرمایه پدر و پدرکلانم جور کردیم و جورم میکنم. این تازم 3 فیلم دیگه یکی آلمانی است به زبان آلمانی خلاص شده به نام خانه بدوش
و پلیس جوان و هم دنیای فانی نه فیلم تازه که میایه خب هنوز نه تازه زیر هدت هستک به نام اولوسوال جدید کمدی است. بس بخیر شاهین صاحب ببخشید یک سوال دارم اینجا. شوتینگ نکردی؟ که جان آمده ببخشید یک پروموشن کنم اینجا. با شاهین صاحب یک فیلم مستند، یک برنامه مستند جور کردیم با شاهین صاحب که شاهین صاحب چطور فیلم جور میکنه، چطور دایرکت میکنه، چطور فیلم سازی میکنه و این برنامه رو میتونید شما با در یوتیوب کانال خودم ببینین. و شاهین صاحب سوالم رو میخواستم کنم. شاهین صاحب شما گفتین که 131 فیلم دارید. بله. دیگه چقدر سرمایه دارین دیگه؟ کسی که 131 فیلم داره دیگه حتما یک میلیونر است. سرمایه‌دار بودم. خدا شاهد است، خدا پدر آدمه، پدر نیک، پدر با عزت نصیب کل ملت بسازه. پدر کلان ما قومندان فقیر شاه خان، دکتر صاحب نوری شاه خان، کل ملت میشناسه که ما زمین و جای در شارنه و قلعه فتح الله در تیمنی خصوصا در سلیم کاروان داشتیم از اوناست. ما چیزی ندارم خودم. سرمایه ما ملتم است و تشویق مردم بود که ما فیلم خدا جور کردم، آید کردم، پس جور کردم، آید کردم، پس جور کردم. اینی یگانه مردمی که در گرفته سوخته رقیبایم که میگه ای چطور جور کرده و ما 2 تا فیلم جور کردن گیت اوت. مردم میگه می گریز سلیم شاهین نیم پیسه را سلیم شاهین برد. آدم خیلی کاری نبود. آدم یک کاری باشه که اشرف غنی را میگه پشت سلیم شاهین پیسه را برد. تو رفتن که ولی ما فهمیده باشم خود ما با قرآن که یک پیران تومان آمدیم. خدا قسم بر یک پیران تومان. یک ما 2 ماه نمیشه من 1 روپا را بدر تو بوی میکردم که هم 1 روپا چه رنگ است که من 1 روپا را پیدا خدا او راستی نه اونمون نان بدر چه قسم تا که بالاخره ای شد آیا میشه شیطانی منافق گری در بین افغانا بله کی آیت میکنه ای میکنه خدا من میگم در غضبش تو مردم ها را گرفتار کنه که بسید وطندار خود است که یک وطندارش که در اولادای خود آرام باشه و ای آدم چی کنه چی خواد دیدن چی خواد کردن. ما باز هم میگم دوستای عزیز اگه هنرمند ما را تشویق نمیکنیم احترام نمیکنیم حداقل گپ بعدم پشتش نکنیم. بله. و پیام ای است که هنرمند ما را باید تشویق کنیم احترام کنیم که اگر فیلمش خوشتان نامد سینمای ما کم پیشرفت کنه. اگر فیلمش خوشتان نامد پیسه تان پس میگیریم. ما چطور فیلم ما برای خود نبی فیلم دیگر ببین. بله. فیلم های افغانی دیگر رو ببین. خب بچه‌ها فیلم دارن 1 2 تا 3 تا برای نمونه ببینین. اگر شما جور کردین چی جور کردین؟ راست میگن شاهین شما چی جور کردین بیاین نمونه ما ببینیم. ما تشویقتان کنم. و ما خود جور کردم می که خوشتان میاد نه و مربوط به خودتان است. ما کار خود کردم، زحمت خود کشیدم به خاطر رشد سینمای افغانستان. 90% شاگردایی که میبینین دمی قدر سال شاگردای کمپانی شاهین فیلم و قیس فیلم است که زیر دست ما خوب چهره های محبوب خانما و آقایون کار کرده و ما در سینما آوردیمشان. تو نیست که شما فکر کنین این همی چیز هست که یک تعداد سخت داره. ما والا کلتا دوست دارم شما بالاتر جور کنین. شما هم کلگی زیاد دوست داره شاهین من میفهمم که 95% ملت افغانستان ما که وقتی که خود بودیم تا بال یگانه کس که بچه فیلم افغانی میشناستم شماست شاهین صاحب. خواهش میکنم لطفتان است احساس پاک شما هست. خواهر قهرمان هستین که اقلا یک هنرپیشه تان یک برادرتان شما قدر میکنین والله بلا قدر مرا نمیکنی قدر خود میکنی. بله. عزت خود سر خود در مقابل خارجی ها و مردم های در امسایا بلند میکنین. شاهین صاحب اگه کل ما قدر یکی دیگر را کنیم یکی دیگر احترام بگذاریم یکی دیگر را تشویق کنیم مملکت ما بسیار ترقی میکنن مثل بالیوود در بالیوود ما تعقیب میکنم کلگی هنرمندای خود بسیار زیاد تشویق میکنن دوست دارن احترام میکنن حداقل اگه احترام نمیکنن گپ بعدم نمیزنن. خورو یک گپ بزنم تا خب بازی نمیره میپرایه باز میگه پف میکنه. خب من میگم نه والله قسم والله به نام خدا اون قدری در مرا دوست داره که از اولادای خود کردم مرا دوست داره. نمیال ما بسیار در حالت بسیار بد قرار دارم. من نامرد نیستم، ما بیادت نمکرام نیستم، ما استادم است. ما بیادریست پدر منوی گفتیمش بازم براتان نمیگم در تلویزیون هم میگفتم انسان دلش یعنی ما میخوایم که یک انسان بگم این پدرم است. پدر منویم شده میتونه
درماندر یک شخصیت بزرگ سینمای هندوستان است. برابر عزیز سایکو باسخو که هیچ کسی را کس دوست نداره در هندوستان برابر درماندر. کاری که درماندر کرده بریم بزنین ببینین که کی فیلمای زیادتر بیادر بله بزنس خوب کرده در هر شرایط. بچه سینی دیوال یا بابوی دیوال بسیار بچهای با ادب اعتبار به خدا کو. بالای سرم سینی دیوال استاد بوده من ندیدیم. من ندیده. یک وقت فرید محبی در بغلم تونگا میزنه میگه شاید میگم بچه بعد است شما هر جایم تو تونگا کده رایستید. گفتم که بالای سره گفتم بچه سعی میکنم که سینی دیوالک یعنی همه استاد است خمانده در بابه خودم میبینه. ما گفتم درماجی गुरुजी में गुफ्तगू में किया था सनी भाई कैसे आपको बताओगे बैठेगा बॉस गुफ्त के सनी भाई शाहीन तुम्हारा भाई है बैठो اون واد شوق اینجا ماجی یک قدوس دار سینی دیوال در مندر شاید صاحب یک گپ میزنم اینجا خیره که همین مردم میگه لاف میزنه نه همین کی لاف نمیزنه در افغانستان همین 99% مردم لاف میزنه نه یعنی از هر چیز خود مردم لاف میزنه نه حالا اگه تو بگی لاف میزنه خب از تو عکس تو مثلا یگان ویدیو تو است حالا ما خو ملت با ثبوت برای شما نشون عالی لافو کاری که تو لاف میزنه که لاف مان تن نمیده پیش است این تو لاف او رهبرای داده رئیسای جمهور لاف زد گروه ما را آواره و بیچاره کرد حالا باز من میگه ما چی کردیم اگه ما یک پدر خطا خورده است پیشم شما باید بفهمین که حتمی یک طنز بوده برای پیشانی بشاش شما شما رو خوش نگاه کنم من شاهین صاحب من یک مصاحبه تان دیده بودم که گفته بودین امرای مجدجان جمالزاده یک فیلم فرم میکنه و نام فیلم هم بود رقاصه اون فیلم پر شد ثبت کردین والا اینطور یک حساب شد که ما البته جمالزاده بسیار یک آوازخوان خوب و یک دختر با ادب است که احترام ما را زیاد داد حتی در بی بی سی ازش سوال کردن که کی کار میکنی گفت که سلیم شاهین اگر وقت مساعد شد با مو پاس ما گفتم که این فیلم ما میخوایم که جور کنیم اما فیلم داستان یک رقاصه بود داستان حقیقی بود بازو را فردین امیری در امریکا سو پرودیسری میکرد مصرف میکرد باز ما جمالزاده را انتخاب کرده بودیم که اگر قسمت یاری کنه بازم ما سرم گپ خود استاد هستیم این که ما میتونیم که امید داشته باشیم این که ما بعد از آوارگی خود خبر نداشتیم از بیوطنی خود خبر نداشتیم که حال ما مضمون یک تعداد موترشویا و کپ دوزا و موبایل دوزا و پنچرمینا و اسپانیا شدیم این دیگه خداوند آورده سر ما بازم صبر خدا بخیر منتظر می باشیم که یک فیلمتان داینده بیا همراه مجدجان جمالزاده چرا چی دختر شاهین صاحب صدا را خمش نه صدای چی است صدای والا بخیر دیگه بسر چند دقیقه شده 15 دقیقه شده باشه شاهین صاحب خبر شده بودم در افغانستان که بودم خبر شدم که امرای شارخان هم دیده بودین یک ملاقات داشتین میشه کم قصه کنین خوار عزیز دل ما یک عادت دارم هیچ دروغ نمیگم که از بس که دروغ گویا زیاد شده هر حال ما که راستم بگوییم کس قبول نمیکنه واقعا ما شما راستانم بگوییم خدا شاهد باشه دروغ نمیگم بردار ما تلفنی از هتل لمبر شارخان برای ما مشمیرا داد گفت گپ بزن ما کدش گپ زدیم تو میتونی صبح خب یک وقت زنگ زدم که آمد گفت تو کانه ما گفتم که سلیم شاهین گفت پاکستانی سی افغانی گفتم افغانی سلام علیکی کردم در تلفن گفت که خیلی سبا برای یک ساعت هزشت تا 9 ما در خدمتت هستم گفتم اوکی خوش خندان بدر بچه ها بود کدم از خبر دارم شاهین صاحب شارخان شما منتظر مانده بودید خدا شاهد است اینا والا خب بیچاره خب ما دیگه خواه یادر رفتیم یادر خوش خیلی خانه ننیم هست بالاخره که میریم یادر که دوشه که ما 9:15 دقیقه رسیدیم گفت نمی گفت 15 منت پهله و گیا جاویچالیا گفت آمد که به خاطر کرکت یک تیم کرکت داشت رفت پشت خانهش بیری بار بود زیاد امی بادیگاردایش آمد بیا ما را گفت چای هم تیار کردیم
دودپتی و گپاک. ما گفتم که شاهرخ خان نباشه، ما سلیم شاهین هستم. ما بیایم دیگه اورنگی ما چای بر چای خوردن نامدیم. انشالله باز به امید بعدی باز میبینیم. یک وقت او گفت که بیادر این نفرها که بود نه جورنالیستا در پشت یک خلق بود دختر بادیگاردی گفت نه ایروی افغانستان. یک دفعه در جان بازمون ما بود که کل مردم کلا که به خدا که کامرا بود آخر مرا کشوگیر کردن. یک وقت دیدم ما گفتم من نیم یه گفتم من یک انجینر حبیب ایروه من بیکار آدمیم این موضوع چورم. یک وقت جان از او چنگم شد. این قصه این جالب ترین قصه است. ما بسیار مردم هندوستان خوش دارم به این خاطر همش رفته عزت کرده احترام کرده. اونا میفهمه وقتی که میزنه گوگل که این آدم کی است. بله. همین کیست؟ همین کیست که آمده کدام کاکه است چی است؟ امین نمبر شاهرخ خان دارید بگیرین زنگ بزنین یک چکر بریم با خدا. او خودش هم ما میخوایم که میمان خانه شاهرخ با خدا قسم تکتتون هم میگیرم. امین نمبر شاهرخ خان دارین زنگ بزنین تکت کل چیزتون همین برای تو آدم میتونم که در خانهش نبردمت مصارفتون در پایین در خانهش نبردمت سلیم شاهین نه که میگه اگر نبردمت ایت دیگه شاهین نگو. یک هفته واده یک هفته هتل 5 ستاره تکت مرام خیش تکت خودتون برو قول است میبرمتم شاهرخ خان میبینی شاهرخ خان کل مصارف سر مردم که بازجه بگه که بچه سلمان خان جلیل خان یاره دیگه نه شاهرخ خان بس شاهرخ دوستان اگه این لاف میزنه اینی واده باشه اینی کمره این واسه که ما چرنگ پروگرام میگیرم و ایره میبرم در خانه اینی واده کده شاهرخ خان. دوستا خیلی قصه جالب ما کنم که میبخشین شاهین صاحب ما امروز یک ساعت ناوقت آمدیم اما قصه شاهرخ خان شد. شما نرفته. ما خود آدم هستیم که بیادر گل کنیم سلیم خاکی مسکین بیچاره بیادر گلم ای میگن بیادبی ما دختر خانه خلویست. یک بطل داریم بچه فیلمتانم بیادر اینه میگن اینا رو بریم کنم ما بخیر دیگه گشنه شده بریم شما بسیار گوشه شدی؟ اصلا سو پارک استرس داشتم که پیش او ملت بوی شاهین شروع دیوانش کده اصلا گشنه نشده بوی ازو کشش داره ای تو شروع بتونه نه بله که در زندگی دایره نزده بود اون قسمه که قبلا گفت در زندگی دیگه او شروع نخوری. شاهین صاحب بازم بسیار زیاد تشکر که با ما وقت دادین. بسیار خوش شدم. بسیار زیاد تشکر. دیگه برتان یک توفگه که نوچیز دارم. خدا کنه که کمک گرنگم است. خدا کنه که خوشتان به شاهین صاحب. حالا خوار اوه ناف ما رو نکنه بسیار تشکر گرنگ است. برای ما یک دنیا است ملت اینمی خواهر که میته ارزشش بسیار بالا و یک است. توفگه که دگام دارم شاهین صاحب. این چاقو بازی است چی؟ چاقو بازی. ما رودای خود بکشم چی؟ بیگان اکشنای فیلم بلد میخوره. دیگه آشپزی کنیم به خانم محترمتان. سپاسگزار هستم از اینکه یک خانم احساس داره محبت داره به یک هنرپیشه خود قدر میده. من سپاسگزار هستم. شما هم یک تعدادتان یاد بگیرین محبت صمیمیت افغان بودن خواهر و بیادر بودن تنها یک رشته نیست و چه فیلم یا دختر فیلمی خواهر و برادر هم می باشه. بله. اگر ژورنالیست است برای ما مارم است ما برای از اونا مارم هستیم ما برای کل خانه ها مارم هستیم چون مسلک ما برای ما مقدس است. در مسلک خود هیچ کس خیانت نمیکنه کسی که مرد باشه کسی که واقعیت هنرپیشه باشه یا هنرمند باشه. دیگه تشکر از همه تان دوستای عزیز دیگه شروع رو بخیر جور میکنم براتون بعد از او که دوستا خداحافظی میکنیم گپ میزنیم اوکی تشکر از شما. دوستای عزیز آمدیم آشپزخانه که شاهین صاحب اینال دیگ آواز کنن ببینیم که شوروا چی شده. واه آل نسوخته با شاهین صاحب. بسم الله. با شاهین صاحب من کمکتان کنم. نه بسم الله. واو. یا سایت نام شاهین هستیم یا دیگه کس؟ نام خدا. باش که نخودتون پرتم کمک. ما تو بچه واس کنی که ما پیل شدیم. شاهین صاحب کل جای میگه ما بچه فیلم هستم. شاهین صاحب از ما این فیلم آخر تا اکشنی از دست مردم دختر فیلم شدیم. اوه که من قصه میکنم در چای خانه این از می کاساست که 10 نفر میخورد. شاهین صاحب این خوب قاب است.
شاهین صاحب سابقات قوایی بود که 10 نفر دو میشش نان میخورد. شاهین صاحب معلوم یک قریارت که دل بیا کاسه نان میداد. شاهین صاحب خیلی امروز هم دمی تر میکنیم اما تو وطنکی میکنیم. والا خوبش همه تو میکنیم. و یاد افغانستان. بچشم. شاهین صاحب باز شدین که می داشتین نان یارا کی تیار میکرد؟ تیار از بیرون میخواستین یا همونجا که نفر فوال داشتین؟ گلبرگ شروع مینداخت بده گوشتایش پوت میخوردن. خب بعد پالوان زبی و گلبرگ. بعد باشه فیلم. بله. اما 3 کیلو 4 کیلو گوشت مینداخت یک وقت آخر می استخوان ها مونده چی شد؟ پیشک بودیم پیشک از کجا پیدا شده این داشت خدا. این پیشک چقدر شکم با بود؟ قرآن تو چی کم بود؟ بابا جان گوسپند تا به نازما باش که اولا می چطوره بویش؟ بویش خب بخیم این پیش از که دیگه باز کنیم بویش خوبه خوب کمی برقرار اوسط بود. اکو خوب بویش کل جرمنی دیگه. حمله میکنی یک دکه در جانش باش که یک دفعه گوشتا زیاد است بسیار زیاد است در گوشت خب گوسفند هم باش از ببینه خود از این مردم افغانستان همه آمده. رنگ و رخ شروع را ببینه یک دفعه 3 روز دیگه دلش نان نمیشه اینا دل کل دوستا شروع میشه. شروع شاهین بالکل نام داره من در تلویزیون هم پخته میکردم راستی؟ آه شاهین صاحب؟ آه یا چه برنامه ترون بودین نه؟ جایزه هم گرفتم به خدا شاهین صاحب یک گفت دیگه یادم رفت شما خو آوازخوانی هم میکنین بله. چند بیت هم دارن شاهین صاحب. بله بسیار زیاد چی یک بوی نازنینه تعریف خدا کده رایسه بسم الله کنین بسم الله. به نام خدا نوش جان که بالا از گوشنگی عین در گرفتم شنال شاهین صاحب من میخورم. ما را باید 12 بجه نان میدادی گپ یکان تا حالی 4 بجه است بسم الله واقعا مزه‌دار آمده شاهین صاحب. شروع چاریکار وار آمده. به خوب هم تتون دام آمده شاهین صاحب مزدار. میگم اینا شاهین صاحب 5 تلکتان 5 چراغ است. 5 جونر. نام خدا هر کار است. میگه پارا نزن که پشت ما خواستگار نبه خب دوستای عزیز تمام برنامه را تماشا کردین خدا کنه که لذت برده باشین و یک ساعتی که با ما بودین ما کوششم همی است که لبخند به لبای خودتان و فامیلایتان و بزرگای عزیز به دیگه کدام مطلب من ندارم شگوفه نورستانی خواهر گل ما بسیار لطف کرد و محبت کرد شما هم اگر مرا دوست دارین یوتیوب پذیر سابسکرایب کنین و زنگوله را خوب هم تو خطرناک شور بتین تشویق کنین خواهرای با عزت با ایجاب و با سیستم خود افغانستان ملت ما چیزی که میخوایم همو لباسای وطنی و همو صحبتای وطنی و کرکتر افغانی ما بسیار خوش هستم و ما خواستم به خاطر برنامه ازی تشویق شود یک تقدیرنامه از مجمع سینماگرای افغانستان و شاهین فیلم برش تقدیم میکنیم برای خودتان معلوم است که شاهین فیلم رسمی است مجمع سینماگرای افغانستان هم رسمی است این برای تبریک و تشکر بسیار زیاد شاهین صاحب. خوبتر و بهتر بدرخشی و هنمه تو سر زبان ها باشی در بخش ژورنالیستی و برنامه های جالب دوستای عزیز این امید ما همی است که باید خانما و خواهرای ما تشویق شود تشکر بسیار زیاد شاهین صاحب برام افتخار بخشیدین بازم تشکر که برام وقت دادین وقت ما خوش گذشت تشکر بسیار زیاد از شروع مزه‌دار دوستا خدا کنه که از برنامه ما لذت برده باشین کامنت بگذارین و سابسکرایب کنین همراه دوستایتان شیر کنین دیگه بازم تشکر شاهین صاحب که به ما وقت گذاشتین دیگه دوستای عزیز تا برنامه آینده خداحافظ وقت خوش زنده باشین دوستان